همنشین علما باش، همنشین خدا ترسا باش. کسای از خدا میترسن رفیق اونها باش و رفت و بیا و همنشینت با اونها باشه. جالس العلماء و زاحمهم برکبتیک. حضرت گفتن اینقدر به علما نزدیک باش، اینقدر همنشین علما باش که حتی زانو به زانو با اونها نزدیک بشه و از اونها پند نصیحت بگیر. حکمتی با علما نشستنم حضرت در دوام نصیحتش بعد برای فرزندش بیان کرد که فرزندی عزیز، میدانی که با علما باشینی تو چی خوبی به دست میاری. نشستی با علما به انسان چی فایده داره؟ نشستی با علما برای انسان چی نیروی نصیب میگرده، چی خوبی نصیب میگرده، چی آبروی نصیب میگرده، چی عزت در پیش خدا و رسول و در مابین خلق از نشستی علما برای انسان نصیب میگرده. فرزندش گوش میکرد، پدر بگو که از علما نشست چی منفیت برای ما میشه. حضرت گفتن فإن الله یحیی القلوب بنور الحکمه کما یحیی الارض بوابل السماء. حضرت گفتن فرزندی عزیز، نشسته در نزد علما اینقدر خوبی داره که ترا نصیحت میکنن، ترا پند میدین، ترا علم میآموزانن. خداوند مهربان به حکمت، به علم و حکمت قلب انسان زنده میکنه، همچنانی که خداوند زمین مرده را به آب آسمان زنده میکنه. آبی که از آسمان برادرها ببینی، حال الحال شکایت ها زیاد شده است از دهقانا، داملا دعا بکنین، در مسجد ها دعا بکنین که خداوند باران ببارد. دیروز ما در فیض آباد بودیم، دهقانا مراجعت کردن تا حال کش نکردیم. گفتن هر سال وقت ما کش میکردیم، اما باران که کاغذ در زمین مرده کش کرده نمیشه. حضرت گفتن همچنانی که خداوند به آب آسمان زمین مرده را زنده میکنه، دل انسان هم برادران میمرده است از گناه زیاد، از معصیت، از دوری. برادر عزیز، قلب انسان میمرده است. این به چی زنده میشه؟ و به ششتن نزد علما که میگد از خدا بترس، یاد خدا بکن. در هر کجا باشی، حالی استاد خدا خیر بته، از پیغمبرای گذشته یادآور شد که او جوان برای طلب علم نصیحت کرد که خف الله فی السر والعلانیه. این ما از نزد علما میویم. برای حضرت مولوی را خدا رحمت کنه میگفت بیای دل چو کلب کف با مرد خدا بنشین. حضرت سگ مثال می آورد، کلبش عربی ای به تاجیکی سگ میشه. برادرها، حضرت میگه ای سگ عبرت بگیر. تو که انسانی، خدا در قرآن تو را دستور داده که با همراهی صالحین باش، با همراهی نیکا باش. تو را دستور دادگی است. سگ فرمان نداده است، اما سگ دم انسانهای نیک گرفت. به خاطر چی؟ فهمید که دنبال همی رفتن، از پس همی انسانهای نیک رفتن جای میرسون. البته جای رسید. خدا در قرآن چندین مراتب اصحاب کهف سگش یادآور میشه و نام اصحاب کهف میگیره، حتما نام سگش میگیره. و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید. حضرت همینجا یادآور میشه، میگه بیاییدی. حضرت رای خودش شروع میکنه و به ما و شما نصیحت میکنه بیاییدی چو کلب کهف با مرد خدا بنشین. گریزان شو ز غافل با گروه پارسا بنشین. ز زهر صحبت ناکس کنعان غرق طوفان شد. برا از غافلان نزد حضور اولیاء بنشین. حضرت خدا رحمت کنه یک مثال های عجیبی میارن این بزرگا. باور که انسان زنده میشه، باور بکنی انسان تغییر مییابه. مثال ببین حضرت چی مثال میاره. حالی ما اعتقاد داریم فقط فکر مانده می است که زهر فقط مار داره، مار زهرت بزنه هلاک میشی، برای او میترسیم. حضرت میگه تنها مار زهر نداره، ز زهر صحبت ناکس کنعان غرق طوفان شد. حضرت میگه انسانم زهر داره، یار بدم زهر داره. کنعان بچه حضرت نوح ای برادر عزیز. حضرت نوح علیه السلام پیغمبر اولوالعزم. در عالم پیغمبرها تعداد پیغمبرها بی نهایت زیاد است که عددش دیگر معلوم نیست. 5 پیغمبر درجهشان بسیار بالا هست. از جهت عدد این 5 یکمش حضرت نوح علیه السلام است. حضرت نوح
علیه السلام اولین پیغمبر اولوالعزم است. همین کنعان بچه پیغمبر است، اما بچه پیغمبری به دردش نخورد. همنشین بد که شد، همنشین ناخوب که انتخاب کرد، غرق عذاب خدا شد. حضرت میگه زهر صحبت ناکس کنعان غرق طوفان شد. وی بچه پیغمبری فایده نمی کرده است، بچه ملا بودن فایده نمی کرده است، بچه فلان بودن فایده نمی کرده است. یگانه فایده ما و شما که رفیق ما نباید بدانیم که همنشین ما و شما کی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن المرء علی دین خلیله، انسان در دین دوستش است، در دین همنشینش است. با کی میشینی؟ دینداری و تقوای و خدا ترسی و حتما تاثیر میکنن. یا که خدای نکرده همنشینت ناخوب باشه، حتما رفتار بدی او تاثیرت میکنه. که با بچه پیغمبر تاثیر کنه، ما و شما کیم برادر عزیز؟ بچه پیغمبر هلاک شد از همنشینی بد که حضرت نوح بچهش خواهش میکرد فرزندی عزیز، امروز دیگر هیچ کس نجات نداره مگر همونایی که خدا بخواهند. در یک کشتی سوار شو که هلاک میشی. گپی پدر نگیرید، گو همین همنشینان برای من منفیت میکنن، دمی همین ها را گیرید هلاک شد. حضرت میگه برا از غافلان نزد حضور اولیاء بنشید. ما و شما باید همنشین داشته باشیم. همنشین ما انتخاب بکنیم برادر عزیز. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن شما ای مردم در دین همنشین تان هستین، در دین رفیق تان هستین. پس نظر بکنین که همنشین شما کی است، رفیق شما کی است، دوست شما کی است. نظر بکنین که از کدام گروه انسان است. قرآن نگاه بکنین برادر عزیز. سوره کهف و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا چی دستور میده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین دستور باشه و ما و شما با ضرورتره برادر عزیز. خداوند مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. الله مهربان میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همنشین کسانی باش که اونها یاد خدا میکنن، به ذکر خدا هستن، در صبح و در بیگاه یاد خدا میکنن، که در همنشینشان، در ذکرشان، در طاعت و بندگی و در رفیقی و در رفت و بیاشان هیچ قصد دیگر جز رضای خدا نیست. مفسرین کرام میگن این در شأن پیغمبر خدا چرا نازل شد؟ زمانی بود که سردارهای قریش، بایهای قریش، ابو جهل و ابو لهب و دیگرها پیغمبر خدا را گفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم توی فقیرها را بلال و صهیب و دیگرش ترک بکن که اینها شایسته نیست که در مجلس ما باشن، اینها فقیرها و غلاما هستند، در مجلس ما حقوقی در آمدن ندارن، بیا با ما بشین اینها را سر کو، ما با تو میشینیم قطعی ما صحبت بکن. ما در صحبتی تو میشینیم به شرطی که اینها را پیش بکنیم، به شرطی که اینها را دور بکنیم. الله مهربان این آیه را نازل کرد و محمد صلی الله علیه و سلم حبیب من تو هرگز کسایی که یاد خدا میکنن ترکشان نکن. به بایگری و به فقر و به فاقگی و به خواب دارندگی پیش خدا عزت و آبرو نیست. عزت و آبرو پیش خدا همون داره که تقوا و خدا ترسی داره و همنشین نیک داره برادر عزیز. صحبتی مرد خدا مردت کند میگفتن بزرگا، صحبتی هر ناسزا سردت کند، صحبتی عاشق تو را عاشق کند، صحبتی فاسق تو را فاسق کند. در تو سنگ خاره و مرمر شوی، گر به صاحب دل رسی گوهر شوی. حضرت خدا رحمتش کنه ما و شما را نصیحت میکرد ما همنشین خوب داشته باشیم برای در هر کجا هستیم پهلومان نظر بکنیم که ما کی از همنشین ما، از طرف راست ما کی است، از طرف چپ ما کی است، همنشین ما کی است، رفت و بیا میکردگی ما کی است برادر عزیز. نشست علما عزت ما و شما را داده. ما هر چی داریم از نشست علما داریم، هر تقوایی داریم، نمازی داریم، احترام پدر و مادر داریم، احترام همسایه داریم، احترام یک اولادر داریم، با یکدیگر محبت و دوستی داریم. به خدا از علمای رو پند بگیریم ما و شما. جای دیگر ما و شما رو چنین پند نصیحت نمیکنن. امروز پدرامان دیگر رو علمی نداره که ما و شما رو در خانه بشینه هر دیگه چنین نصیحت بکنن. مادرامون هم بیچاره مدرسه نخواندن، علم نمیدونن که ما و شما رو چنین پند نصیحت کنن. این پند نصیحت، این تقوا و خدا ترسی که الحال مولا نصیحت کردن به خدا از زبان علما است برای ما و شما.
اینه که ما و شما مسجد میریم، اینه که ما و شما نماز داریم، اینه که ما و شما ایمان داریم، اینه که ما و شما آبروی دینی و ایمانی داریم. برادر عزیز، این از مجلس علما هست. یک قصه رو من نگاه کردم، عجب قصه. زنش سوال داد، زنش بسیار با حیا و با عفت و خواب خدا ترس که بوده است، فقط میگفت فلان عالم چنین سخنی خوب گفت، فلان عالم شنیدم چنین سخنی خوب بود. یک عالم فقط نامش میگرفته خلاصه که چنین سخنی خوب گفت، چنین سخنی خوب گفت. مردش باری میگه سوالش داد، گفت زن همسر زیبا، خب فقط همه عالم نامش میگیری، عالم نامش میگیری، چرا خب اینقدر نامی او را تو در زبان داری؟ قدر ما پیش تو بلند است یا همه عالم؟ خواست بسنجش که شوهر چه قدر داره و عالم چه قدر داره. حالی برادر عزیز، ما و شما اکثرا همین محبت مثل یک زن نداریم به علمامون. احترام یک زن ببینید این قصه حالی به شما بکنم، هممون ما خودمون همین ملامت میکنیم که واقعا زن پهلوان زن بوده است. به خدا گفتش که مدن از ایت قدر دارم یا که همه عالم. گفت که مرد به خدا تو قدر داری نزد ما، لیکن به خدا قسم خون اون عالم از تو پیش ما بالا هست. مردش گفت همسر برای چی او قدر در تو او در نزد تو بالا هست؟ پوشاک تر ما بخرم، خانه تر ما تامین کنم، روغن تر ما بخرم، آرد تر ما بخرم، طلای تر ما بخرم، تامینات تر ما بکنم، چی چیز به تو داده است که این قدر در نزد تو بالا هست؟ گفت مرد زیبا به خدا قسم راست میگی، خدا تو خیر بده، برای من طلا تو میاری، پوشاک تو تامین میکنی، خب خانه ما را تو تامین میکنی، دسترخوان ما را تو پر میکنی، بله چیزهایی به ما میتیکی، خب این دنیا در به ما فایده داره، درست میگی، به ما خدمت میکنی چند روز است، اما اون عالم میدونی برای ما چی داده است؟ شوهرش تماشاش رو که چی داده باشه عالم به ای؟ او عالم خدای ما را به ما داده است. ما و عالم پیغمبر شناختم، ما و عالم ایمان شناختم، ما و عالم بهشت شناختم، از سخن اون عالم از دوزخ ما برکشیدم، او عالم برای ما بهشت داده است. شوهر زیبا و خدا و عالم خیلی بالا هست. همسرش میگه گریان شد، سرش بود پایان، گفت و خدا راست میگه زن حق داره عالم که ناخنش از ما بالا باشه. یک زن محبت ببین چقدر علما پیشش قدر داره، چقدر محبت داره. ما و شما باید محبت به علما داشته باشیم برادر عزیز، دوستی با علما داشته باشیم. حال در این دنیا با هر که دوست هستیم برادر عزیز، روز قیامت با همو هستیم. یک نفر صحابه های پیغمبر خدا آمد، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم و ذوق آمد پرسید، گفت متی ساعه؟ حدیث بخاری است. ای پیغمبر خدا قیامت کی میشه؟ ذوق آمد پیش پیغمبر خدا پرسید قیامت کی میشه؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نگاهش کرد، گفت که ما اعددت لها، قیامت میپرسید چی تیار دیدی برای قیامت که قبل ذوق قیامت را کی چی تیاری برای قیامت دیدی؟ گفت حبیب خدا او عملی ندارم که نجات و تکیم به همی باشه، لیکن یک خصلت خوب دارم. گفت چه خصلت باشه؟ گفت انی احب الله و الرسول، خدا و پیغمبر را دوست می‌دارم، همین چیز دارم تمام. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت که روز قیامت با همراهی کسایی هستی که دوستشان می‌داری. اینهایی که تو گفتی دوست می‌دارم، روز قیامت با همینها هستی، با خدا و رسول هستی در حالی که اینها رو دوست می‌داری. انسان بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دوام دادن، گفتن انسان روز قیامت با کسی حشر می‌شود، با کسی همنشین است و با کسی رفیق است که در این دنیا با اونها رفیق است. قیامت هم همینا هستن برادر عزیز با ما و شما. یک حدیث رو نگاه کردم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که روز قیامت یک گروه انسان ها داخل جنت میشوند، یک چند نفر داخل جنت میشوند. در دنیا رفیقی داشتن، اینها با یک دیگر رفیق بودن، دوست بودن، همنشین بودن. روز قیامت داخل جنت میشوند، یک رفیقشون نمیبینند. ولی این که دوستی در دنیا به ما فایده داره، در قیامت هم برادر عزیز برای ما و شما منفعتشان میرسه. در قیامت هم برای ما و شما برادر عزیز خوبیشان میرسه. به خاطر دوست خدایی را در دنیا زیاد بکنیم، دوستی خوب مسلمان زیاد بکنیم، دوستی با تقوا را زیاد بکنیم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن داخل جنت میشوند یک گروه انسان، میبینن که یک رفیقشان نیست، یکی از همین همنشینایی که در دنیا همنشین شاه بود نیست. بعد با یک دیگر میگن فلانی کو،
اینه یک فلانی هست، ایش هست، ایش هست، دیگرش نام میگیرن. فلان رفیق من در دنیا با ما بود، در اینجا نمیبینیمش در جنت کجا باشه. یک دیگر خطی غوغا سر میشوه، میگن ولی خب همون رفیق ما نیست. از ملائکه از خدمتگارای جنت میپرسن، میگن در دنیا ما یا فلانی گفتنی رفیق داشتیم، کجا باشه همون. آواز میرسه، خب ملائکه به ملائکه جبرئیل امین از خدا سراغ میکنه که الله در جنت تو میدونی که چی گپ است، اما یک گروه انسان ها رفیقاشون سراغ دارن که یک رفیقشون در دنیا با اینها رفیقی داشته است، نیست با اینها در جنت قطعشان نیست. چی بگیم اینها را؟ الله مهربان میگه به اونها بگه که رفیق شد در دوزخ است. ولی شفاعت دوست رو ببینیم برادر عزیز. الله مهربان میگفته او رفیق شما در دوزخ است، ای گناه زیاد او را دوزخ بردیم. یا بسیار غمگین میشیدین، گفتن خدایا آخه در دنیا ما عهد دوستی کرده بودیم، اگه نمیشه که ما در راحت باشیم او در عذاب باشه، پروردگار یا که اونها رو بیار یا که ما رو ببر. دوستی خوب این خیلی است. از خواهش دوستا برادر عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خداوند مهربان دستور میده که رفیقشون از دوزخ بیارین